امروز یه مهمون خوب براتون آوردم. یه کلیپ کوچیک ازش ببینیم و برگردیم به استودیو ببینیم چجوریه. اون یه آدم عادیه مثل تموم آدما. اون برای آشپزی وقت میذاره و با عشق به مهموناش میرسه. خیلی هم وسواسی و به تمیزی خیلی به نظرم اهمیت میده. عاشق میوزیکه و خیلی لذت میبره از گوش دادن به آهنگایی که دوست داره. به نظرم اینا قسمت‌های خوب داستانشه. الان میخوایم با هم بریم وارد تریگیاش بشیم. به نظرم یکی از خصلتایی که داره حساسیت زیاده. اینجوری هم که من فهمیدم خیلی بی‌اعصابه و بیزار از بدیها. مهم اینه که تو آیا لایت هاوس رو درون خودت میتونی روشن کنی یا نمیتونی، بدون اینکه از آدم ها توقع داشته باشی براشون بتابی. شخصیت 0 تا 100 نداری؟ نه، یه جا صفر میخوره. خشای آدم کامل نیستم، آدم ها رو میرنجونم. مثلا تو توی برنامه این من هر حرفی بزنی بهت گیر میدم، یه ضربه بهت میزنم. پس شما هیچ ترسی نداری؟ تو اصلا با من مشکل داری. زامبی های متحرکی. هیچ وقت هیچ چیزی از هیچ آدمی بعید نیست. نظر رو عشق نیست. چرت. سکس داره یه جاهایی اذیت میکنه آدمو. بگو عزیزم. یه سوالی، چرا آدم عاشق دروغن؟ از نظر من عشق زمانیه که من قبله‌مو گم کنم. حتی برای دوست داشتن و دوست داشته شدن هم دارم چوب خط میندازم. تو آسترولوژی ما بهشون میگیم کپریکون. اصلا سوج، سم،